بدل آفتابی ای محبت، بدل آفتابی ای محبت، بدستی ماکتابی ای محبت، بدستی ماکتابی ای محبت. بیننده‌های عزیز و ارجمند، درود به یکایک شما. شاعر بسا عالی فرموده است: زن به دنیای دل ما رهبر است، همچو یزدان زمینی سرور است. بله، ما این بار زنهای برومند دیار، آنهایی که در حقیقت در روزگارداری، عائله داری نمونه هستند، به استودیو جمع آوردیم تا که به موضوع برنامه ما که روزگارداری ذخیره روزگار است روشنی انداخته باشند. ما را همراه باشید. معلمه عزیز، البته به جوان دختران، جوان پسران، پیش از همه آن که به آنها علم دهید، دانش دهید در بابت روزگارداری، عائله داری، صرفه و سرشته کاری، ذخیره نمودن موادهای خوراک، به خصوص به قلب آنها با این سخنهای خویش جا میدید. یعنی که پیشوای معظم ملت بارها تاکید میکنند که هر یک عائله باید که اقلا ذخیره 2 ساله خویش را تامین کرده باشد. عموما ذخیره، روزگارداری، عائله داری از نگاه شما؟ وقتی که ما در دانشگاه با دانشجویان سبق می آموزیم، نه تنها از جهت تعلیم بلکه هم تربیه و هم روزگارداری را نیز گفته می گذاریم. این درست است. هر هفته یک روز برای ما ساعت تربیوی هست. اونجا هم پسران هم دختران میشینند. من بغیر از روی برنامه سخن کردن، هر هفته در موضوع چیزی سخن کردن، بغیر از اون وقت جدا میکنیم که با پسران و هم دختران درباره روزگارداری گفته گذاریم. من که مادر هستم، زن هستم، انا همون دخترکان رو مثل فرزند خودم دوست می‌دارم و نمیخواهم که در یک خانواده دیگه رفته درمونن، گپ شنون، ناتیار روند. برای همین هم هر یک مادر اگر دوست دارد کسب خودش رو، این حصه خودش رو باز هم گذاشته میتواند برای هم تعلیم و تربیه. و ما امروز در وقتی روزگارداری که ذخیره زمستان قرار داریم، در عین مدعا که امروز ما نیز در خانواده نیز همه ما زنها برای ذخیره زمستانه آماده دیده ایستادیم و از هر گونه پخت و پز ها با کلین ها، با عروسان خانواده، با دخترها کاربری میکنیم و در دانشگاه نیز خیلی که گفتید من با دخترها وقت جدا کرده درباره همه روزگارداری، درباره عائله داری گفته میگذارم. از برآمدهای جناب عالی هر مراتب میشنویم که ذخیره کنید، ذخیره 2 سالانه در خانه شما باید باشد. انا از این غمخواری ها ما باید استفاده کنیم. فهماندهی میکنیم که مثلا در روزگارداری بسیار هنرها از دست زن می آید. همین مرد میکند، زن میکند. در عرفیت همین گونه میگویند و ما باید سرشته کار باشیم. از سرشته کاری مادران، زنها باید همین دخترها استفاده برن. ما همون چیزی که میدونیم به دختران باید آموزیم که وقتی که پدرشون، مادرشون در خانوادگی هر چیز میآورن یا شوهرانشون به خانواده هر چیز میآورن، از وی اضافگیش رو یا شفتالو میگیرند، تناول میکنند، خوبش رو، سختش رو گرفته به اون که سخت کنند. این انمون تیار کردن به ذخیره زمستانه، این هر روز اگر 2 دانه سخت کنند، اگر آماده کنند برای زمستانه، حضور کرده میخورند و هم عائله مینه‌دار میشد و هم دخترکو تربیه مییابد و هم از اون عائله میآموزند. و من نیز گفته میتونم که امروزها دختران به این چیزها تربیه اعتبار میکنن، به تیار کردن علمی خوراکواره و ما مادران در وقتهای آخر محفل ها تشکیل کرده استودیم در نزد جماعت. دیروز من گوش کنم یک محفل همین روزگارداری تشکیل کردن مخصوص برای دخترها عروسا و من از این حواسم آمد که این گونه باید محفل ها آراسته شود، تیار کرده شود. در همین دانشگاه که ما وقت خود را علاوه جدا میکنیم،
این گونه باز بسیارتر شود برای اویله داری و این دخترها برای شوهرداری هم تیار می شوند، جدا شوی کمتر می شود، انا خوشدامه خرسند می شوند و از هم اویله پربرکات می گردد. معلم جان از زردالو، از شفتالو، از تا حتی از پامیدور مربا آماده می سازند که خیلی بالذت است. یک چیز رو من باید گفته گذارم که هر سحری که من میخیزم خودم از خواب بسیار شکر میکنم. اینقدر شکر میکنم که دولت ما تنج آباد، سیری پوری، از اینها ما باید شکرگزاری کرده. با ذوق خسته چیزی تناول با مزه‌ترین رو تیار کنیم. برای این تیار کردن همه جا سیری پوری تیار، شفتالو گفتیم، پمیدور گفتیم، مربای زمستانه از زردالو میشد، از پمیدور میشد، از تربوز میشود، از انجیر میشود، از انجیر، از انگور، از تمام میوه‌جات ها تیار کرده می شود. ما باید اگر شکرگزار کرده هر سحر از سلامتی خود همین گونه خرسند شده کار کنیم، خانه ما پوری فیض برکات می شود. بله پوری خوریش می شود. وقتی که زمستان به همون چیزی تیار کرده خودتون را کشاده می خورید، ذوق می کنید، بی کم بوده تا بهار می رسد. با دستی ما کتابی ای محبت. با بارها شاهدی آن گشته بودیم که در محله ها همسایه ها جمع شده آن چی که در خاندانشان است همه ذخیره ها رو میبرارند و به دیگ میاندازند و ظرف ها از چیندت میپزند و برای همدیگر تقسیم میکنند. چقدر زیبا است عرف و عادت های تاجیکانه. با زنها کاربری میکنیم. اگر یک کس برومده مثلا پمیدور سخت میکنن، مثلا تمد میپزن، مثلا من بودرینگ سخت میکنن، ما همراه میشویم، یک کس در حالت خودش نمیمونیم. من خصوصا خودم دیگ در تشکیل میکنم، زنها و آش میپزیم، در یک دیگه سویقچه میمونیم. شوربا مثلا من مستوبی سفید قدیمه مثلا هم آماده کردن خوراک‌های قدیمه رو برای جوان دختران یاد میدید، هم ذخیره. بعد با همون روزهای شنبگی میکنیم، دوم رو به آزادگی نگاه میداریم. زنهای ما به حد همشون فعال. بیایید تصدیق این گفته های ما از کارگردان این لحظه من خواهش میکنم که یک نوار را آماده سازند. بعد تماشای آن ما صحبتمان را ادامه میدیم. مرحمت. بدل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، زی یکسان بهره یابی ای محبت، نشاط و استرابی ای محبت، نشاط و استرابی ای محبت. البته زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. با این مقصد در طبق نقش جاربینی شعبه معارف
برای باثمر گذراندن دوره‌های تعطیلی تابستانه ما اقدام گرفتیم که خوانندگان صنف‌های بالای اساساً دخترکان را به محفل روزگارداری جلب نماییم. در همه مؤسسات تعلیمی البته یک چند نمودی محفل ها هست، محفل های پزندگی، هنر آموزی، محفل های ورزشی، برای عملشوی برنامه ها، کار با کامپیوتر ها، خواندن کتاب های بدیعی و هکذا. با مقصدی بلند برداشتن دانش، مهارت، ملکه روزگارداری، هنرمندی در مکتب ها. من همین روزم در مؤسسه تعلیمی میانه رقمی 6 به نام ابو عبدالله رودکی محفل روزگارداری گذرانده شده ایستاده است. در آنجا خوانندگان با بستن تشبیره، با بستن سمبوسه ها، با پختن مانتو مشغول شده ایستادند و ما میخواهیم که در وقتهای تعطیل خوانندگان به آواره‌گردی ها مشغول نشوند. البته به همه ما معلوم است که پیش ما هم برای بیدار نمودن عنعنه خود ما در خانه ها در روزهای تعطیل وقتی که من خرد بودم مادری خودم هم در محله ها برای تربیت دخترکان روزهای استراحت جمع شده هر خیل خورش ها هر خیل سمبوسه پخته به همسایه ها دراز میکردن و در خاطر دارم این لحظه ها رو من به دخترکانی گل دخترانی خوجند شهر به خوانندگان عزیز گفتنیم که نه تنها تعلیم اول تربیه در مد اول باشد، البته آنها باید دانش آموزند، هنر آموزند و آینده این هنرهای ما رو هنرهای مردمی ملتی خود را دوام دهند. در مکتب ما محفلی دستان ماهر هست که در آنجا خودم راهبری کرده به مون دخترکان دوختن پختن چخیل که حاضر شما گفتید اینجا سخن راندن روزگارداری رو یاد میدهیم. از صنف 5 سر کرده ما به دخترکان اولکی چخیل طرز آزادگی، تازگی، قاعده قانونی، تکنیکای بیخطری، سانیتری، گیگینی رو یاد میدهیم. دخترچه ها من حاضر از صنف 5 الگوی بعضی هاشون الگوی خوراک پخته میتونن. همین سال حالی من اکون سالهای گذشته بود ما بانک رو سخت کردیم همراهی دخترچه ها این 5م 6م باشنم آنها همین خیلی با شوق و حوثی بسیار همراهی من سخت کردم. البته در مکتب همین روند رو به راه ماندن این خیلی یک موفقیت کلان است، زیرا که جوان دختران از همون سینی نورسی می آموزند، می بینند هر چی که از آموزگار می بینند و می شنوند حلقه برگوش می کنند و در آینده آمده اون رو دوام می دهند. طرز تیار کردن مربا رو جم رو یاد می دهیم چون که وای رو در 45 دقیقه می توانیم ما کرده. در سای مویم 1 ساعت 45 دقیقه برای همون همین حرکت میکنیم به دخترکان همین فهمونیم. اگر اگون درس ما موضوع ما مشکل تر باشد دوران دراز باشد همین نیم تیار یا کرده آمده بعد اون رو دوامش رو میکنیم. سو نون پختن در کار خمیرش تیار کرده میبینیم بعد در همونجا راست کردنش یاد میتیم به دخترکان. میخوای کرده یا من این آشی پالا پختن باشد مخصوص من چخیل که گفتم محفل هست در مکتب در همون محفل ما به دخترکان نه بلکه دخترکان پسرکان هم اینجا هستند که خیالشان یاد گیرن پالا رو پختنش را مخصوص تنور هست در مکتب نام میپزیم همین سال من سمبوسه نان ها پختیم همراهی دخترهای صنف‌های 10 و 11. البته اونا الکی آماده میشوند برای روزگارداری هم بر منفعت خودشان است. در یک عائله میرن که مثلا گریم خوشتامن ندارن برای شوهر برای اعزازداری مهمانان چقدر که آنها خودشان توانند همیقدر سربلندی آنها محسوب می‌یابد. بسیار شادم که امروز دخترهای حاضره
بسیار پخت و پز را دوست می‌دارند. نوابسته از سال و زمان آنها بعضیشان جدای هم شوق و ذوق زیاد دارند. آنها فنی تکنولوژی را بسیار انتظاری می‌کشند. با یک تیاری مخصوص می‌آیند. آنها در هنگام درس وقتی که ما پخت و پز می‌کنیم آنها خانه‌شان برفته باز تیار می‌کنند. من هم خرسند میشم. آمده میگویند که ما دینگی پختگی چیزمان را امروز پختیم و بعضیشان میگویند که من همین چیز را از شبکه اجتماعی دیدم و امروز هم شما کدی پختیم. با از نزدیک شناخت شدم. باز حاضر که خیلی که میدونیم تکنولوژی بسیار پیشرفته ایستاده، شبکه‌های اجتماعی پیشرفته ایستاده است. همون را هم درست استفاده بردن به منفعت کار است. آنها از حاضر بسیار در یوتیوب کانال ها ریسپت های شیرینی ها های، خورش ها های، آنها همون را هم تیار کرده از روی شبکه‌های اجتماعی دیده تیار کرده با من میگویند که من همین چیز را تیار کردم. بسیار بامزه شد میگن. من شاد میگردم از این. در وقت درس ما از یک خمیر عادی مثلا مانتو گیریم، اگر از همون یک خمیر بسیار چیزها تیار کرده می شود. توپ با اوگرای بریده کدر ممکن. وقتی که من میگویم که با آنها اگر از خمیر مانتو اضافگی ماند آن را خشک کنیم، اگر توپ میشد برای زمستان ذخیره میشد. با قلمه کده پیچانده و یا یخدان بمانده ممکن و یا یک ذخیره تیار که وقتی که ما وقت ما کم همونده گرفته پخته میتوانیم. با لوبیای های ذخیره کردن ممکن، موادهای دانگی را هم ذخیره کردن ممکن است. تشکر. عرف و عادت های ما قدیمه ما در کلان های ما ذخیره میکردن. این خوشبختانه از نسل به نسل آمده ایستاده است و باید که جوان دختران و جوان پسران همین را بیگزن نگه دارند و با آیندگان ملت برده رسانند. طبق نقشه چاره‌بینی شعبه معارف در مؤسسه ما روز گذشته محفل روزگارداری عمل کرد که در آن صنف‌های بالای 10 و 11 دخترکان صنف‌های بالای 10 و 11 با پختن تیار کردن خورشو و بریدن اوگرو، بستن سمبوسه و پختن خوراک‌های ملی از آش پلاو، آش کچری آماده ساختیم. وقتی که در عائله همین بابت ذخیره کردن به زمستان گذرانی پدر و مادر یگان چاره نمی اندیشند، کودک چی میگوید؟ کودک هم همون را دیده به وای میرسد. همینطور نه؟ درست. خیلی که گفتن ما ذخیره بسیاری میوه های بسیار داریم. میوه مثلا از همین زردآلو، وقتی که زردآلو استعمال میکنیم از آن مربا کرده میشد، از آن کمپوت کرده میشد و باز نوشابه ها و زردآلو را قوق کرده می شود که در زمستان ما باید زردآلو آب میگیم که برای انسان، ارگانیسم انسان خیلی اهمیتی کلان دارد، برای دل فایده دارد. هر یک ماه مثلا دل نهاربه باید از همون استعمال کنند بسیارتر در فصل زمستان. باید همین از مثلا زردآلو قوق کنیم. و از پمیدور بودنی هم برای دل خیلی فایده کلان دارد. باید ما برای سلامتی خود از دارو بهتر چیزی طبیعی است. یعنی هر یک از همین خرد و کلان استعمال کنند اگر خیلی خوب میشه. بله. باید گوییم که برابری گفته های شما معلمه های ارجمند بهترین دوا باز در فصل زمستان برای شمالخوری، برای ضد رفع زکام این تمشک است، یعنی به اصطلاح ملینه. وقتی که ما ملینه رو یعنی تمشک رو به ظرفا انداخته به یخدان میگذاریم و یخ میکند، و وقتی که زمستان کودکان ما به بیماری زکام گرفتار شدن، شمالخوری گرفتار شدن، یک قاشق را گرفته با اون عسل انداخته کمی با کودک میدیم، رفع بیماری می شود. میتونه باید که هر یک مادران عاقلانه عادلانه استفاده برند برای 2 ساله موادهای ذخیره آماده سازند. چخیلی که ما ذخیره گفتیم از صنف 8 و 9 برنامه از شعبه معارف به ما دسترس می شود. انو برنامه صنفی 8 و 9 ذخیره کنی هست. ذخیره کنی که چی ها رو ما باید ذخیره کنیم؟
ما حاضر از میوه ها میگیریم، میوه ها رو همش رو خشک کرده می شود. فرض کردیم انجیرم خشک کرده می شود. بله. زردآلو، تا حتی سیب، بله سیب پاک میگویند. خشک کرده می شود. انگور، این چیزا را حاضر بینید که ما البته درونی چای با آمیخته کرده بیا خورده هم میتوانیم، یعنی استعمال کرده میتوانیم. همه ناز و نعمت های این دنیا در مملکتی ما باید که با قدری آن رسیده باشیم. باید که به قدری آن رسیم. ما تا حتی میتوانیم همین کوچه ها میبینیم که توت ها ریخته خو میرن، وقتی توت به عزت به برآورده خشک میکنن، البته به زمستان به شما جای چای به اگر همونه از بالایش آب جوشیده ریزانده نوشیدگر به نهایت به قوتش باز بلندتر می باشد. یعنی که قوتی همون شیره همون توت خودش که با چخیل توت خورید استعمال کنید و مزه دارد، با چایش با مزه تر می شود. و اینچنین ما پمیدار، بودرینگ، باقلاجان یعنی که باینجان، باینجان رو هم خشک میکنن، خشک میکنن. پمیدار هم خشک کرده می شود. آلوی سیاه را خاک میکنن. همش رو خشک کرده ذخیره کرده میتوانیم. یعنی که ما علاقه خودمو همین در تاجیکستان خودمو همین ناز و نعمت هایی که مانده هست همش رو خشک کرده ذخیره کرده میتوانیم. از همین گفتارها از زنهایی که زیبا سخن کردن درباره همین ذخیره زمستانه گوش کردن به من خیلی پسند اومد. لیکن با فکرم یک چی اومد که من باید همون رو بگویم. مادر بودن البته خوشبختی است، مادر بودن بهت مقدس است، مادر همه بهترین است، درست است، مریضو هستم. لیکن باور کنید ما فقط میگویم که دختران میرن به خونه شوهر همیشه ذخیره نمیدونن، ادب نمیدونن، حرمت و احترام نمیدونن، هر چی گفته استادیم. لیکن آخر همین دختر رو کی تربیه میکنه؟ مادر. اول مادر خودش باید داند این چیز را. بر اون فرزندی که به خانه یک شوهر می رود همون آداب مادرش کردگی را میکنه. اون چیزی که فرزند به ما داده میتونیم میدیم نمیدیم همون را رفته تکرار میکنه. اون دختری که به خانه شوهر تیار می رود، پخت و پز را می داند، اما ذخیره زمستان را می تواند از تر میوه ها سخت کرده می تواند، همه آن چیزی که شوندهش را دیدهش را کرده می تواند در جای شوهر، خانواده شوهر و خوشبخت می کند. و در خانه مادرش را دیده است. اون مادر به انمی پخت و پز، به انمی سخنهای خوب، به تربیه خوب مشغول است، همین را برده نشون می دهد. آخری گپ در چیست که اون چیزی که مادر دارد و به فرزند داده میتواند این آینه شده به خانه کس میرود. باور کنید بعضی خطاگی های دختران رو بینم من وی رو من گمونی بعد از وی نمیبرم. وقتای آخر اقوام میدارد روز از روز باز آدم شنو شده استادم گوید. باور کنید اگر سین سلطان کلانتر شود باز آسانتر جدا میکردید، خودش حیات جدا میکرده است. همین میبینم که دختری که از همین روحش چیزش رو گرفته یا همین یک چیز در تگی پایش افتاده رو گرفته نمونه رو از بالایش گذشته رفت و همون تربیه همین قدر مادر باید گپ زده ایستد. میبخشید من البته به هر یک مادر گفتنی نیستم که مادر از مادر فرقش هست، لیکن مادرای ما هستن که خودشون هم بیر میبخشید سخت نرسد. من همینه برای گفتن چندین برنامه و مشکلی کشیدم و همین روز در حقیقت میگویم که بعضی مادران ما خودشون فقط خریده میخورن. انا همون شوهری که یک تنش دوتی میشود یا نمیشود از زن وابسته. شوهر ما آورده روزگار ما فراهم آورده میمونن، لیکن سرشتکاری از زن است. همین وزیر مرد زن است. ببخشید همین زن که خانه‌داری رو از هیچ چیز هر چیز میسازد، گفتیم که از این چیز میسازید، از وی چیز میسازید. انا این از ایده میگید به زبان روسی، همون فکرهای اندیشه های ساختارهای زیبای دخترانه زن است. انا این برای یک اویله دارید که اگر خاندان تازه، من نمیگم خانه های فسان، من نمیگم که خانه های دو آشیانه، همین در اومدید که به همین خاندانی پیشینه
آب چشت میماندیم یک خاک را رفته همین زمین بود همینه سچوخچه های تازه در یک آب دستچه های خوش تازه یک چیز استاده است حبتون علکه چاق میشد اساس اویله‌داری در زمینه زن است زن اگر سرشته کار باشد از مایده ترین یک چیز ساخته مونده است ضبط کرده برآمده میروید من در کجای میروم در همسایه میروم یگان جای میروم همین مایده ترینش به همین کلین دستش پیش بگرفته هیچ چیز هر چیز کرده آورده میمونه خوشامدیتون گفته ذوق هم در آن همان انا مهمانداری از این آغاز می شود بیگوشت پختنی تعامی با لذت اگر بیگوشت آورده ماند که نظرتون به بیگوشت نمی نماید از گوشت اضافه می نماید باز یک چیز دیگر می گویم که زنها به همین شما دعوت می کنم که اول خود ما به سامان شویم بیایید اول خودمون پخت پز رو یاد گیریم حالا هم دیر نشده است حالا هم دیر نشده است ما می توانیم از همسایه ما همسایتان دانست که شما بمیگید هیچ گپ ندارد پرسیدن عیب ندارد یا خانواده پدر مادر ما میریم زنی دادر ما میپزد از وی کار دوزیدن این از عیب نیست چیز ندوزید کار دوزدن این ثواب است این برای خودتون چیزی که شما می آموزید برای وی یک خانواده برای خوشبختی آوردن ثوابش بر ما و شما فرزند عزیز آدابش از وی عزیز من به معنای اینها انکون رفتار استادستم که اینقدر آداب و تمیز و اویله تاثیر کلامی رسانده است پدر خرسند خوشدامن خرسند خسرو خوشدامن همه خرسند باشد برای ما و شما رحمت میارد برای همین پخت و پز را از اویله خودمو از فرزند خودمو تیار کردم در کار قرصک از دو طرف میشد اگر همین دستمون رو هوا دیم یک طرف که صدا نمیبراید اگر دو دست که صدا کنیم آواز میبراید برای همین به امید یک معلم نشدن در کار به امید یک آموزگار نشدن در کار از خانه میفهمونی باز آسانتر میشد از رفت معلم فهمیدن فهمیدید زینه رو از خانواده سر کردن ما در کار کن نکن اینش درست بچم اینش نادرست اینا حاضر وقتشون نمیشد مادرها خودشون تلفن بآوره من میبینم مادرها سری دسترخوان بشینن از همون دانستگی های خودشون گفته گذاشتن به عقلشون نمیرسد امروز ما بند شدیم بسیاری مادرها همه چیز سمبوسی هم فرمایش میدیم دیگه چیز هم فرمایش داده خانمو میخوریم این عیب است نه ناز نیست کلین ما دختر ما اچیت گیره ما فرمایش میدیم ویم پول شوهرای میگیرد پسرامای پولش میگیرد فرمایش داده میخورد در خانه انمون توپ بریدن خوش کردن اوگرو بریدن مامتو کردن بله این همش اگر یک آشی جواری بله آشی جواری انا های ما رو انا به دسترخوان ما آراسته کنن چه خوش ما هست میخوریم برای این ما باید سرشته کار خود ما باشیم یاد دادن از دست ما می آید دکه ها و خلطه نانهای قاق را آیخته میماندن و در زمستان استفاده میکردیم با قلنفور و با چقدر شوربا با لذت میشد همون چیز باشه همین رو ذخیره کرده باشیم با جایی که ما فرمایش دیم برای یک طبق سرسون استفاده کردن در خانه همین ممکن بسیار به تیار شود همه سیری پوری میخورید اما خیلی چشم سیری است باید انا میخواه هر یک مادر اگر همین چیز برای خودش پیشه کند که بیا بچم همین حاضر وقتی ما هست رخصتی مهنتی سحری شلتکی پیازدار میکردن ما در کلانهای ما آنها متاسفانه از بین رفته ایستاده است که ما باید که ذخیره کرده باشیم فرزندان ما عذاب نکشند حاضر تعطیل است وقتی تعطیل است با کمتر وقت داریم همین دخترک ما هفته میخونند بیم پنجم کلین ما دختر ما خود ما وینده وقتی رخصتی مهنتی ننده انا گرفته هر چی رو که ما میدونیم آموخته بودیم از پدر مادر همون گفته آموزیم اگر وایهایم به شوق گوش میکنن زندگیتون چاق کنید آباد کنید زنی که به سامان شوید البته اطراف شما همین اطراف خاندان شما به سامانی دیدمی اینایم همین خیلی دیده رود کم میشود بله کمبودی کم میشود روزگارداری بتون میشود به مردها سبوک میشود اما یافتگی ما دورتر می رود چی گفتنه؟ ذخیره می شود از ذخیره بوی می شود مهنت شرف است مهنت کنید زندگیتون آباد می شود البته خاندان به ذخیره نمی شود همه تاجیکای ملتی ما همه سیر بچه سیر نبیره مثلا من گرونج می گیریم
موش میگیریم، مکرون های هر خیلی میگیریم. برای میته نکدن پیشتر نمک های کلون کلون میپروفتیم در نشبه. برای کیلوش کلون مثل 10 کیلو باشد، 15 کیلو، 20 کیلو باشد، میخوای کلون کلون میپروفتن که میته نکند و کیرم نکند میگفتن. ما همون های همشه از اوچوی بی بی هم آمیختگی، از کلون آمیختگی. باید که همین کارهای مورا هم همین دخترهای حاضره، کلینای حاضره باید یاد گیرن برای کستی شوهر خودشون. حرکت میکنم که فرزندای منم در آینده سردار شوند، سرور شوند برای خاندان، برای سرور شدن به سامان شدن در کار. چه خیلی که معلمه گفتن از نه بلکه از معلم آموختن در کار، از مادر آموختن در کار. کسب همین کارداری، معامله، برای زندگی چه خرج کردن، چه به صرف کار فرمودن. میگویند که حسن نیست، آداب حسن است. بله. البته وقتی که هر یک مادر فرزنددار می شود، آرزو می کند که فرزندش یک شخصی به ایمان، به آداب، مهنتکش، آینده یک شخصی برومند شود. البته تربیه از عائله آغاز می یابد، اما نه تنها عائله، جامعه برای تربیه یک فرزند باید مساعدت کند. در مؤسسه تعلیمی هر هفته یک مرتبه علاوه ساعت‌های تربیوی برگزار می‌گردد که در آنجا مخصوص همین موضوعی که حاضر در اینجا محاکمه رانی کرده شده ایستاده است می‌گذرند. بعضی حالت‌ها می‌شود که در همون صنف فرزندای هستند که از عائله ناسالم، نااستوار، البته علاوه با این خوانندگان آموزگاران درس ها میگذارند، با در یگان محفل مشغول میکنند. خیلی که پیشوای معظم ملت بارها در برآمدهایشان، در پیامهای خود اویدی ذخیره عائله گفته میگذارند، ذخیره 2 ساله گفته میگذارند. ما کوشش مینماییم که خوانندگان به اویدی همین مسئله ها بسیارتر کار بری کنیم. در درس ها اویدی صرفه‌کاری، احتیاط نمودنی اما موادهای خوراکی، مثلا حالا در بالا قید کردن که امین نان رو وقتی که قاق می شود ما می توانیم نان رو بریده به یک مخصوص متاهای مخصوص پختگین، متاهای مخصوص پختگین اندازیم و وقتی که خوراک‌های مثل سویق میگویند شوربا مستوه می شود، بعضی حالت ها می شود که ما می توانیم آن را استفاده بریم برای آنکه هم نانی نوی گرم، هم مثل نانی قاق در علاوه‌دگی با مزه خوبی خوشی طعمی خود را دارد. بله. از سبکی از بعضی بچه‌ها ارکه شدگی بسیارتر آنها خوراک‌های تیز تیار را استفاده میبرند. اویدی همین ما با آنها پورا باید معلومات دهیم. این لحظه یک نوار را که همکاران ما آماده کردن بابت تیاری به زمستان گذرانی، یعنی آماده کردن ذخیره ها برای زمستان، همراه تماشا کنیم، بعد صحبتمون را ادامه دهیم. چند سال باز ضمن هر یک واخوری با راهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها اینچنین با اهالی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره ضرورت پیشکی ذخیره نمودن محصولات غذایی برای 2 سال تاکید می‌کنند. طبق تاکیدها محصولات از قبیل شکر، عسل، ماکارون، محصولات کنسرو شده، مربا، میوه خشک، خاک‌کشی، روغن رستنی، برنج، آرد و غیره میتواند برای مدت دراز نگهداری شود. ساکنان جماعت دهات اونجه ناحیه باباجان غفور با نظر داشت منفعت پرور بودن ذخیره محصولات و به طور دائمی تامین بودن خانوادهشان با محصولات غذایی ذخیره نمودن محصولات را برای تا 2 سال مهم میشمارند. ساکن جماعت مذکور موزونه اولماس و با فرزندان خود همساله از میوه و سبزیجات که از زمین نزد حوالگی خود جمع‌آوری میکند به طور کنسرو کنی محصولات کشاورزی را ذخیره میکند. زردآلوهایی که همش ریخته و شده است، های چینده، این قاق بانکو سخت کنیم، بانکو با بهتری می ایستد. برای همین زردآلوهای
قاق کردن این نیم قاق است برای اون که وقتی که بانکو می‌دراید در بانک این باز بهتری میشد، یعنی شکر شده میماند. این بیشتر به بیماری‌های دل فایدهش بیشتر است. برای همین این زردال آب کرده و در حالت خشکی هم خوردن ممکن است. باید هر یک زن کدبانی خانه باشه. باید که ذخیره خود رو من زمین نزد حالگی خودمو باید من قاق، پمیدور، پودرینگ، آلوچه همش رو ما باید چا کنیم ذخیره کنیم. هم به این بودجه عائله ما فایده کلان داره. мавзӯ наулмас ва худ роҳбари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 23 ноҳияи бобоҷон ғафуров мебошад ва баъди соати корӣ ва дар рӯзҳои истироҳатӣ бо аъзоёни оила заминҳои кишоварзиро самаранок истифода бурда вобаста ба намуди маҳсулот барои фасли зимистон ба таври консервашуда ва хушконида маҳсулоти кишоварзиро захира менамояд. бонкова бодринка андохта баъдан помидор меандозем. баъзе одамо мехоҳанд ки бо карам ҳам кунанд. این اسارتی میگه بعدم باقلا باینجان همشه در یک لختی باز اجرا میکنیم. کنسرو کنونی بانکه ها رو همه خانواده باید همه خیلی سخت کرده ذخیره کنند تا که در زمستان آنها مشکلی نکشند. باید مادران و مادران جوان و دخترها و کیلنوی خود همین محصولات ذخیروی را آموزانند. айни замон аз меваҳои дарахтони ҳавлии истиқоматиашон бештар аз олу ва олуча шарбатҳо барои фасли зимистон захира намуда истоданд. дар нақша доранд аз себу анор ангур низ шарбату мураббо омода кунанд. мо дар инҷо компотро омода намудем ба оби буғ карда шуда ҷӯшондем ва баъд барои истифода мегирем. компотро илова мекунем, шарбатҳоро илова менамоем. барои ин мо боз олуча низ илова менамоем. дар баробари ин дар заминҳои назди ҳавлигии худ ҳамчунин помидору бодиринг, қаламфуру булғорӣ парвариш карданд ки ин намуди маҳсулотҳоро низ ба таври махсус дар зарфҳо захира мекунанд. ман аҳми ғӯра ҳам сахт мекунам барои он ки ин ғӯра барои давленӣ фуровардан бениҳоят нағз мебошад. ман ҳамин ғӯраи сахт кадос ки манда бумкаҳои кришкаҳои безарар мегардонаму ғӯраро ҳам меҷӯшонам. ҳам намак ҳам камакак шакар меандозам барои сал ширинча шуданаш ки таъмаш боз беҳтарин шуданд ва ҳангоми ҳамин давлени доро қанддоро ҳамина истеъмол кунад давленияшон мефурод. ба таъкиди коршиносон захираи ҳар як намуди маҳсулот дар вақти фаровонияш хеле судманд аст. аслан мардуми тоҷик аз қадим дар ҷойҳои махсус маҳсулоти гуногунро захира менамуданд ва ин ана мин баъд низ идома дода мешавад. من همچون آموزگاری به جوان دختران گفتنیم که آنها کسب‌ها را آموزند، پزندگی و دوزندگی را آموزند، زیرا که در آینده با آنها در روزگارداریشان در کار می شود. صرفه‌کاری و سرشته‌کاری را هم آموزند، به اسرافکاری راه ندهند. مادر کلان‌های ما به زندگی پرطاقت و از یک چیز 100 چیز آماده می‌کردند. باید که جوانان ما امروز به قدر این ناز و نعمت‌های زندگی رسند، به قدر زحمت‌های پیشوای معظم ملت رسند که برای هر یک خانواده مهربانی می‌کنند. بارها گفتند که من آسوده حالی و خوشبختی هر یک خاندان مردم تاجیک را آرزو دارم. صرفه سری آشتان شاهی هندوستان افتگی. بله. من از همین جوان دختران و خوانندگان که عروسکانی که در آینده قدم اولین را میمونند و برای مادران هم میگویم که باید ما صرفه سری آشتان باید باشیم که در آینده موفق میشیم در عائله و در ذخیره کردن چیزهای زمستان. من میخواستم که جوانای ما همین کارهای نیکی خوبی مادران بیبی‌های پدراشون نقص قبول کرده، نقص با کار زندگی خودشان استفاده برند. وقتی که ما در خانه مادر زندگی میکردیم عرف و عادت ها همین گونه بود که
تا تمام کرده تا تمام شدنی همون ذخیره های پایده نیست. پدر میگفتن که پیش از تمام شدن الان که من به خبر ده که من باید آماده کنم ذخیره را. گرونج تمام نشده میگفتیم در یک لنگچه قابچه انداخته میماندیم. موش ارد اون چیزی که چند روزی نمیرسید الکی ما سبزوات به 1 کیلو در بازار میروند. برای 1 کیلو امروز بینیم به بازار میروند، لیکن ما ذخیره میکردیم. پیش خوراک رو الهیده میماندیم. در زمین گور کرده برای ذخیره گور میکردیم در جای خنک. تورب همین گونه میکردیم. بیخی یا کارتوشکا در یک جا ذخیره میکردیم. البته گوشت حالا میگن که در عموما خشته برو میگن که مادرتون بدگیننده پدرتون بدگیننده و از بوز فیضش دیگر بود. هر سال ما در خمچه انداخته ذخیره میکردن. با زمین این نامش قورداغ میشد. با زمین اونجا خلاجینی یک کنک نبود که یا گوشت رو به بانک ظرف انداخته در زمین گور میکردن که نگه می‌داشتن دیگر خب نشد مزش نکند. این چیزها بود. اگر از پیشین ما عبرت گرفتگی ما کنیم زندگی ما خیلی خوب میشود. بله. اسرافکاری و خود ما راه نمیتیم. این زمانی پیشتر گفته سخن کردن در کنه از همون چیزی که ما یاد گرفته بودیم گذشتگانی ما اومده بود. امروز اگر ما بیدار میکردیم همین چیزها رو استفاده میکردیم بسیار ما با پیش قدم میزدیم. بسیار زندگی ما شایسته میشد. و من هر روز شکرگزار از اون میکنم که دولت تینج آسایشته داریم. سرور بی‌نهایت غمخوار داریم. جناب عالی تا حتی زندگی هر یک ما رو راه نشون میدن. تا این درجه ذخیره ما رو غمخواری میکنن که گشنه نمانیم. برای همین در هر یک برآمده شما میگن که باید هر یک خانواده ذخیره 2 سالانه خود رو داشته باشد. من از فرصت مناسب استفاده برده خودم شکرگزاری میکنم از دولت تینج آسایشته و از دولت سیری پوری. الهو همین جناب عالی امام علی رحمان تنشان درد را نبیند. سلامت باشید. دعای همه مادران همین است. الهو همیشه تاجیکستان ما گلگشکوفان باشد، همین گونه سیری پوری باشد. ما در زمانی جهانی شوی قرار داریم. از این رو باید که هر یک عائله هر یک نفر غم فردای خود را خورد و هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. تحت همین شعار ما زندگی شایسته داشته باشیم. تشکر میگم برای این قدر صحبت های ناب و جذاب، اندیشه های بیکر، اندیشه های سازنده، اندیشه های بنیادکار و آینده دار. تمنا میکنیم که عائله های جوان از گفته های شما یک جهان معنی بردارند و به آینده برای زندگی خودشان استفاده برند. بیننده های عزیز و ارجمند، این بود صحبت ما در موضوع ذخیره روزگارداری. تا دیدن دیدار، سربلند و سعادتمند باشید. بدل آفتابی ای محبت، بدل آفتابی ای محبت، بدست ماکتابی ای محبت، بدست ماکتابی ای محبت.